من داریوش فروهرم، دست کم 30 سال بی امان جنگیدم. دکتر مصدق هم بعد از اینکه ما ازدواج کردیم در نامه‌ای که برای شادباش برای ما نوشتن درش این رو تذکر دادن که خداوند نجار نیست ولی در و تخته رو به هم جور میکنه. اگر نظام جمهوری اسلامی اهل دشمن کشی است، دشمنان خودش رو میکشد، خب چرا سراغ فروهر بره؟ فروهر و عیالش. مرحوم فروهر در قبل از انقلاب دوست ما بود، اول انقلاب همکار ما بود، بعد از پدید آمدن این فتنه های سال 60 دشمن ما شد، اما دشمن بی خطر، دشمن بی ضرر. بینی و بین الله فروهر و همسرش این دو مرحوم دشمنان ما بودن، اما دشمنان بی ضرر و بی خطر، هیچ ضرری نداشتن، نه به جایی وابسته بودن که ما میدانستیم. خب کسانی الان در داخل دارن فعالیت میکنن، یقینا وابستگی دارن به دستگاه های خارجی. دستگاه با اینا کاری ندارد.